وخير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روز جمعه است و متعلق به حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله مشمول دعای حضرت، لطف حضرت نسبت به خودمان بشیم و مؤدب بشیم به آداب تواضع و فروتنی و بزرگداشت مقام امامت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب این سوره مبارکه سوره است که خیلی مورد علاقه علی بن ابی طالب علیه السلام بود. در اون سریه‌ای که حضرت رفته بودن یا در اون سفر به یمنی که حضرت رفته بودن، چون موارد متعدد اومده، وقتی که برگشتن پیامبر اکرم از اصحاب به ایشان مراجعه کردن. حضرت فرمودن چطور بود سفرتون؟ بودن خیلی سفر خوبی بود، فقط برای ما ابهام داشت که چرا آقا علی ابن ابی طالب در این سفر اقامه نماز جماعت که میکرد فقط قل هو الله رو زیاد در رکعاتش در نوبت‌های مختلفی که اقامه نماز میکرد استفاده میکرد و سوره دیگه ای نمیخون. حضرت فرمودن حکمتیه، ما از خود علی میپرسیم. جالب بود که مثلا بگیم خود آقا بیاد و توضیح بدن. حضرت اومدن علی جان چیه قضیه؟ چرا اصرار بر قرائت این سوره؟ فرمودن سوره توحید رو دوست می‌دارم و در مواجهه با خداوند متعال که عبادت مهمترین لحظه ارتباط و مواجهه با ذات باری تعالی است، اون سوره‌ای که نماد اون جلوه‌های الوهیت و یگانگی خداوند متعال هستش رو، اون رو رابطه بین این ارتباط قرار بدن. حضرت فرمود بله، کلام شیرینی است. پس این سوره یک سوره‌ای هستش که حلقه وصل میتونه بین عبد و معبود قرار بگیره و ولایت که پرچمدار حرکت انسان به سمت تعالی هستش، این حلقه ربط رو دوست می‌دارد. دوست اینجا به معنای هوس دل که نیست، یعنی محبوبی رو دوست می‌دارد. معلوم میشه اگر علی دوست می‌دارد، عبد دوست می‌دارد، دوستی عبد پرتوی و تجلی اون حب ذات باری تعالی است. اون حب ذات جلوه کرده و تجلی کرده در احساسات و اون اعماق وجود امامت و ولایت. پس این سوره مهم است. خب شعار یک نگاه به سوره بکنیم. اول میفرماید که قل هو الله احد، بگو که او احد است، او یگانه است. نمیگه قل هو الله واحد، او یکیست. میگه تک است. در فارسی بهش میگیم چی؟ تک است. یعنی دیگه چیزی شبیه او بگو، هم به زبان، هم به قلب، هم زبان عملت باشه. این قول
در همه مراتب، هم گفتار زبانی، هم گفتار جوارحی، هم گفتار جوانحی و هم گفتار عقل و اندیشه و تفکر و جهانبینی. همه این 4 بعد باید قول بشه، یعنی بگو، این رو با همه وجودت بگو که هو الله وحد، او هستی، او ذات همون اللهی هستش که یگانه است. الله الصمد، همون ذات، نمیگه الرحمن الصمد، همون ذات صمد است، یعنی هیچ خلایی ندارد، هیچ نقصی ندارد، نه چیزی به او اضافه میشه و نه چیزی کسر دارد. مبدأ همه هستی، همه کمال و جامع همه کمال و فوق کمال است که حالا ما در ظرف نگاه عالم مادی خودمون ان یلد ولم یولد وله کفوا احد، یعنی رابطه او با نظام مخلوقاتش یک رابطه تجلی است، نه یک رابطه زاد و ولدی یا مثلا علت و معلولی، به معنای اینکه حالا به یک شکلی بخواد یک انعکاسی از این سمت و دریافتی از اون سمت. نه، اصلا همه هستی ظهور وجود آن حضرت، آن خداوند متعال است و هرچی هست فقط نمایشگر ذات است، نه آنکه موجودات از اون ذات متولد شده باشن، به وجود آمده باشن. خب این تبیین هم ذات شده در این سوره و هم تبیین ذات با نظام خلقت. هر دو بحث در این قل هو الله اومده، هم ذات رو تبیین کرده و هم نوع ارتباط رو. این یک بخش که یک نگاه اجمالی به سوره است. یک نگاه عمیق‌تر که حالا فی الجمله عمیق‌تر بریم جلو، توجه به اون مقام توحیده در این سوره. و اگر قرآن رو انسان از ابتدا تا انتها مطالعه کنه، تلاوت کنه، قرائت کنه، تأمل کنه، همه قرآن در پی همین بحث توحیده. میگه تو باید به مقام توحید برسی، این چیزی غیر خدا نبینی، اون موقع هستش که تو به اون قله سعادت رسید. لذا فهم توحید و ابعاد توحید تو حوزه معرفتی بسیار مهم. یعنی اگر بخوایم من طلبه بگم برای که دانش دینی یک دانش سالم و کاملی باشه از کجا شروع کنم، راهش اینه که همه مطالعاتمون، همه تأملاتمون بر اساس پایه توحید باشه. یعنی ما باید همه بحثامون رو با محک توحید بتونیم بسنجیم که آیا این برداشتمون، این فهممون درسته یا نه. قل هو الله، قل همه حوزاتو، فقط هو الله احد. توحید در خالقیت خب کسی منکرش معمولا نیست، چون همه میدونن، اطرافشون نگاه میکنن کسی قدرت آفرینش نداره. خیلی کم از کسی که منکر توحید در خالقیت باشه. گاهی در تبیینش مشکل میبینی داشته باشه، اما در اصل این که برای یه قدرتی ما رو خلق کرده شک نداره و برای این قدرت هم شریک درست نمیکنه. میگه بابا یه قدرت هست، حالا توی مصداق این قدرت شاید خطا بره، ولی میگه یه قدرتی هست که این عالم را آفریده، یه قدرتی هست، حالا یا خودش آفریده یا یکی بوده که آفریده. بالاخره خالقیت قرآن هم اصرار داره که اگر از مشرکین سوال کنی من خلق السماوات والارض لیقولن الله. لذا خالقیت رو
چون مزاحم آدم نیست. اما خلق کرده تموم شد دیگه. زندگی ما حوزه توحید خالقیت مزاحمتی هم با هوای نفس ما نداره، لذا نه انگیزه هست برای مخالفت با توحید در خالقیت و نه از جهت وجدانی کسی میتونه یک جایگزین کنه بگه نه الله نیست یکی دیگر است. برای همین خیلی برای نه استکبار، نه فرد، نه نهادهای فکر خیلی تو حوزه خالقیت کار ندارن، چون مزاحمتی برای زندگی ما نداره، هوس ما نداره. دومین توحید که خیلی توحید مهمیه که این مزاحمه، یعنی مانع هوا هوس ما میشه، مانع خوی استکباری ما میشه، مانع هزار جور آرزو ما میشه. توحید ربوبیت. مشکل سر توحید ربوبیت با خدا، هیچ مشکل دیگه نیست. اگه خدا کنار می اومد با بندهاش که ربوبیت رو ما دادی به شما واقعا رب هستید، هیچ کس با خدا دیگه کار نداشت. الان درگیری بین حق و باطل فقط روی حوزه ربوبیته، ولی اگر ادیان میگفتن بابا ما با شما سر ربوبیت حرفی نداریم، رب همونی هستش که شما میگید، اون خب تمام دیگه ما دیگه بحث نداریم. همه دعوا سر ربوبیت. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی این من هستم که میسازم، من هستم که دست تو رو میگیرم میارم بالا، من هستم که حرفی برای زدن دارم، من هستم. خدا میگه بابا هیچ کس نیست جز من. اگر عقلی داری من بهت دادم، اگر میتونی از عقلت استفاده کنی من بهت میدم. میگه نه این پول هست که کار حل میکنه. میگه بابا برو وظیفت انجام بده، خداست که پول تو جیبت. میگه آقای حرفا چیه؟ پول نداشته باشه دین یک نوع خلوت فردی میشه برای فرد که یه خود آرامش روانی براش بشه، ولی دین در عرصه زندگی کاری نیست دیگه برای کسانی که توحید ربوبی ندارن. این هستش که انسان میدان امتحانات ابتلاات سر توحید ربوبی. وقتی ما احساس میکنیم این من هستم که تونستم خوب صحبت کنم، یا من هستم که تونستم خوب اداره کنم، یعنی من قائل به توحید ربوبی نیستم. لذا سوره حمد زمینه قل هو الله و سوره قل هو الله زمینه سوره حمد شده. هم اولین آیه سوره حمد چی هستش؟ الحمد یعنی چی؟ حمد یعنی هرچی جلوه هست مال خداست. حمد ثناست دیگه، جلوه هاست. حمد یعنی ثنا و جلوه ها، اونه که چشم آدم میگیره. سیاسی ترین آیه همین الحمدلله است. الحمدلله رب میگه آقا جان هر چی جلوه هست مال خداست. او هم مال ربه، یعنی توحید ربوبی. او هم ربی که دایره ربوبیتش فراگیره، فقط مال انسان نیست، عالمینه، همه حوزه های هستی. همیشه هم بگو الحمدو، یعنی هم اگر اختراعی هست کار اونه، اگر دانشی هست کار اونه، اگر مدیریتی هست کار اونه، اگر محبتی هست کار اونه، اگر لذتی هست کار اونه. بعد میگه یسبحون بحمد، مؤمنین کسانی هستن که یسبحون بحمده، یعنی میان حمد رو که میگن، بعد میگه بابا ایرادا مال ماست، تسبیح میکنن خدا، یعنی میگن حمدش مال خداست، هر چی خوبیه مال
اون چی هم که نقص، سبحان الله، نقص مال خدا نیست که کم گذاشته، مال اینه که من کم به او توجه کردم. بعد پشت به خورشید که آدم میکنه طبیعتا بهره از نور نداره. این بهره نداشتن از نور، این سایه، این تاریکی مال خورشید که نیست، این تاریکی مال منه که پشت کردم به خورشید. جمع کنم تمام به برکت پیشنهاد جناب آقای حسینی بزرگوار سلمه الله فرمودن سوره توحید. توحید دوست داشتنی است برای کسانی که میخوان سالک الله بشن. بهترین موقعیت سلوکشون که عبادت هستش از این سلاح استفاده میکنن. لذا علی بن ابی طالب قل هو الله میخوند نمازش. 1 2 قل هو الله یعنی تعریف ذات. ذات میگه فقط من هستم، رابطه منم با مخلوق رابطه زاد و ولدی نیست، تجلیات و ظهور من در عالم خلقت، چیزی جز من هیچ استقلالی از خود ندارد. 2 3 توحید هم خالقیت هم ربوبیت و هم چیزای دیگر. خالقیت خیلی مشکل نداره چون تو زندگی ما تأثیری خیلی از نگاه ما نداره. عمده ربوبیتی که همه مصیبت ها سر همینه و شاید تمام جنگش مال اینه. توحید ربوبیت یعنی همه حوزه ها فقط مال اوست. اگر ما به این مقام توحید ربوبیت برسیم، راه رسیدن به توحید ربوبیت حمد و تسبیحه. برای رسیدن به توحید ربوبیت تنها راه حمد و یسبحون به حمد. اگر ما تو وجود ما حمد و تسبیح رو تقویت کنیم، توحید در ربوبیت تو وجود ما می نشیند. حمد و تسبیح نشین هر چی وجود دارد به او بدانیم. زندگی خوبی داریم مال اونه، نه که مال من. و هر چی نقص هست بگردیم ببینیم اشکال من کجا بوده. مال منه که به عنوان قابل نتونستم از این افاضه فیض استفاده کنم. اون موقع هستش که این نگاه حمد و تسبیح انسان رو به توحید ربوبی میرساند و این توحید ربوبی ما رو متصل به ذات میکند. اون موقع هستش که دیگه انسان فانی در ذات میشه و همون آیه که فرمودن جناب آقای حسینی انتم الفقراء الی الله، دیگه انسان احساس میکنه با یک دست دراز شده، با یک وجودی که همه چیزشو خالی کرده، هیچ توش نگذاشته جز این که ظرف وجود خدا و تجلی ذات بشه. اونجاست که دیگه قلب المؤمن میشه چی؟ عرش الرحمن. قلب مؤمن میشه نقطه امر الهی. عرش یعنی نقطه اقتدار و قدرت و اراده الهی. عرش یعنی قلب مؤمن میشه، این میشه خلیفت الله، میرسه به مقام که این قلبش محور امرش و تجلیاش میشه که هر چی بخواد میشه. این دیگه میشه خلیفت الله و مقام بالایی که از همین سیر انسان میتونه بهش برسه. راه هم به لحاظ مفهومی بسیار روانه و روشنه و به لحاظ عملی هم اگر انسان به او سمت حرکت کنه میرسه ولو به درجات متوسطه. خدا به همه شما توفیق بده در این عرصه خدمت بتونیم منشأ برکات بشید. خدایا به لطف کرمت فرج حضرت را برسان، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را جز سرباز